است که تنها مسجدهای 5 وقته و جامعه شهر دوشنبه فعلا اگر خداوند امکانیت داد و در آینده البته باید که تمام مسجدها باید زیر نظارت گرفت. صحبت‌های امام و حرکت‌های امام باید حتمی زیر نظارت گرفت و حتی حرکتی که در مسجدها انجام داده می شود اونها باید زیر نظارت گرفت تا اینکه اون حرکتی نادرستی یا که خطری برای مردم ایجاد نشود. تا جایی که من میدونم تمام مسجدهایی که رسمی کار فعالیت دارند، امام خطیبایی که بعد سنجشی مرکز اسلامی کمیته به کارهای دینی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همه اینها یعنی تعیین میشوند، من فکر میکنم که واقعیت رو به مردم میفهمانند و در مقابل این گونه حرکت‌های این ناکام کننده خود جوانان، ناکام کننده مردم مسلمان، ناکام کننده جهان اسلام، البته من یاد ندارم که کدام یک از امام‌ها تشویق و ترغیب کرده باشد. باید صحبت‌های امام‌ها هم همیشه زیر نظارت باشد و نشود که امام خطیب‌ها با یگان فعالیت و کاری غیر شرعی و غیر قانونی من یعنی با کمالی مسئولیت من میگویم که همونایی که دعوت میکنن به رفتنی به طرف سوریه برای کشتن مسلمان ها، این هم نه به قانون دولتی نه به قانون شرعی موافق مطابق